چنان سامانی دامن کردم کنج قناعت را که اندر دل نمی باشد تمنای زر و سیمم. این مصرع‌ها به نماینده ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک نقیب خان طغرل اهرالی تعلق دارد و ما امروز تصمیم گرفتیم به ناحیه عینی به قدمجای این شخصیت بی‌نظیر تشریف بیاریم. سراغ ناحیه عینی دهه زاسون. سال 1904 همین بنا تحت راهبری خودی شاعر ساخته شد. شاعر در وقت ساختمان بنا استعاره را از خودی شهر سمرقند آورده. همین بنای امارتی که ما قرار دادیم بنا را خودی شاعر خودش بنا کرده است و از سال 1904 شاعر محمد نخبان طغرل اهرالی در همین بنایی که ما قرار داریم تا آخری عمر به سر برده است. اشکالی که دیده است در من این بنا از وقتی بنا شدنش تا به همین حال یگان خیلی تغییرات در آوردن داشته است. آن چیزی که در حیات بودن شاعر تحت راهبری شاعر ساخته شده بود همون ستون، همون بالدار و وسطه ها، همون درو تیزه هایی که دیده است از همون دوره شاعر همین بنا همه خیلی قرار دارد و حالا همین بنا همچون خانه موزه از طرف بخش فرهنگی ناحیه تحت نظارت و نگهبانی قرار دارد و یگان خیلی تغییرات در آوردن داشته است همین بنا تا با آخری عمر محمد نخبان طغرل در همین بنا زندگی کرد و از سال 1964 سر کرده. بعد نبری محمد نخبان طغرل انگی معطرخان که از دخترشون فرزند حساب میشد بعد همچون میراث‌خوار تا به حال در همینجا با اهل و بیت خود در همین بنایی که روبرو به امارت‌های نو زندگی میکنند. درخت صدایی که شما دیده اید و ما حاضر در سایه آن نشسته ایستادیم در بالای کهف از روی گفته ها و شواهدی که آدم‌هایی که با شاعر همنشین بودن و همصحبت بودند با شواهدی داده همانها خودی شاعر با دستان خودش سال 1900 پیش از به اتمام رسیدن عمارت همین خانه‌اش همین درخت صدای خودش نشانندگی من همین درخت صدا به واسطه تا به حال از خودی شاعر نخبان طغرل اهرالی نشانه است که با دست خودی شاعر نشانده شده است. در همین لبی حوض یک حوض شکری نقص بسیار حوض زیبایی نقض ما یاد داریم کودک دوری ما با همین حوض باقی بود. یک حوض شکری نقض سرخ بسیار جای عجایب زیبا بود. اینجا کتی چوبینه که از همون دوره شاعر بود بعد با زمان مرور زمان کته ویران کردن این حوض محکم کرده شد. این درخت صدایی که دیده ایستاده از خود شاعر محمد نخبان طغرل اهرالی این نشانه است. کته که حالا ما در همین کد نشستم پیش زیر همین کد یک حوض کلان واقع شده بود که خود این حوض شده وقتی در حیات بودن خود شاعر تحت راهبری شاعر استوار یک حوض کلان ساخته بودن و در بالای همین حوض یک کدی چوبین قرار داشت که شاعر در وقت‌های خالگی با همراه یا رفیقان خود در بالای همین کد نشسته هم استراحت می‌کردند و هم شعر و غزلگویی می‌کردند. خانه که ما قرار داریم این خانه اصلا خانه جای ایجادات کاری شاعر بود. شاعر در این خانه وقتی خالی در آمده کارهای ایجادی شعر ایجاد میکرد و با کارهای ایجادی خودش مشغول میشد. این خانه مخصوص برای همین کارهای ایجادی خود شاعر بنا کرده شده بود. من این خانه که ما وارد شدیم این خانه نشست کردیم در ماه زمستان. من این آتشتان در اینجا قرار دارد. در این آتشتان علاب کرده در گرد این آتشتان نشسته زمستان فصل زمستان تیر میکردم. من این این خانه که ما داخل شدیم این خانه برای قبول مهمانان اون یار رفیق و آشنا و برادرانش می اومدن در همین خانه قبول کرده در اینجا نشستن صحبت میکردن شعرگویی میکردن غزلسرایی میکردن. این خانه مخصوص برای قبول مهمانان بنا کرده شده بود.
در این تاکچه‌ای که دیده ایستاده یک سنگ قرار دارد. در این سنگ قطره‌های خون شاعر موجود است که قطره‌های خون شاعر وقتی سال 1919 شاعر در لبی دریای درخشان فرآورده میپرانند، همین قطره‌های خون شاعر در همین سنگ میچکد و وقتی که جسد شاعر را برای قشلاق برآورده در قبرستان اجدادی خاک کردن، پس همین سنگ رو برآورده در بالای همین قبر شاعر میماند. با همین سنگ به واسطه از بالای قبر خود شاعر گذشته است که در همین سنگ قطره‌های خون شاعر به واسطه قرار دارد. اگر نزدیکتر شوید من قطره‌های خون شاعر رو می‌بینید. این سنگ به واسطه سنگ است که تا به حال قطره‌های خون شاعر در همین سنگ باقی مانده است. این کتاب نادیری که در دست من میبینید سال 1916 در مطبعه کوگونی ولایت بخارا به تب رسیده است و باید ذکر کرد که این یگانه کتاب است که از دست شاعر نقیب خان طغرل احراری به ما باقی مانده است. از او گفته‌های گذشتگان تا به ما عمده رسیده است. شاعر نخوان طغرل احراری یک طبع نازک داشتگی، یک طرز لباس پوشی خاص داشتگی بخوان. همه خیلی لباس با طبع آزادی تازه می‌پوشیدن که حتی قصه می‌کنن که وقتی که همین ریگستان سمرقند لباس پوشیده می‌بردند، تمام مردم تنها به سوی نخوان طغرل چشم می‌دووندند که این چه طرز لباس می‌پوشد گفته. در همین مابین ریگستان قصه می‌کنن که گویا وقتی که نخوان طغرل احراری با ریگستان سمرقند می‌بردند است، در مابین 200-300 نفر حتما شناختن نخوان طغرل احراری آسان بود است. تنها برای که به خاطر که طرز لباس پوشیش تماما دیگر بود است و طرز حرکت و رفتارش دیگر خیلی بود که از هوای از مسافه 100 تا 150 متر مردم ایشون طغرل میشناختن که میگفتن یا نبین طغرل میدان ریگستان برآمد. لباس همه خدای لباس‌های آزادی تازه حقیقتاً یک موکیو سرخی قصه میکنن که در پشت موکیو سرخی تنوک یک لباس‌های عجایبات پوشیده می‌بردند مرد که همه از 100-200 متر را میشناختند. تنها به خاطر طرز لباس پوشی است. دیوانی که شما عین حال در دست من دیده ایستادید، این دیوان سال 2015 برابر افتتاح شدن مجموعه فرهنگی نقیب خان طغرل روی چاپ آمد. این دیوان اصلا با دو خط نوشته شده است، هم با خط کریلی و با خط فارسی. کاش در بزم ادب من دلبر می داشتم، پیش خود مانند مینا ساغر می داشتم. رایتم از عشق او می سود سر اندک فلک، گرز نقش خاک پایش افسر می داشتم. ساز قانون محبت پرده عشقم درید، کاش می نشنیدم و گوشی کری می داشتم. حبذا از مصرعی بیدل که طغرل گفته است، خاک می کردم براهش گر سری می داشتم. تاجیکستان با فرزندان بزرگش از رودکی سر کرده تا طغرل شیرین سخن و ده‌ها شاعران و نویسندگان دیگر افتخار میکند و به شما توصیه میدیم که قدمجای این قبیل نبی‌ها را زیارت کنید، زیرا زیارت این گونه بزرگان عملی نیک است.